خواهش میکنم فیلم نگیریم، برای اینکه من اصلا الان آمادگی ندارم و واقعا اصلا هولم. آخه ما تنظیم کردیم برای این کار، نمیدونم الان من هی صبر کردم، هی شما گفتین چایی بیارین، حالا قهوه بیارین، حالا اینجا رو آماده بکنی. والا من شوخی میکردیم برای اون چای قهوه، برای اینکه کارمون آماده بشه پشت صحنه. خواهش میکنم اصلا فیلم برداری نکنید. من مثلا میگم ببخشید، اصلا تمام من برنامه، واقعا معذرت میخوام ازتون، تمام برنامه ما چی شده؟ چی شده؟ واقعا نمیدونم الان چی شده مایا؟ جدی نگیرین آقای نوذری، خواهش میکنم. چرا؟ نگاه کن حالا جزء برنامه است. تمام مردم ایران رو چی شدن؟ خانم ماهایا اسم برنامه ما رو فهمیدن جدی نگیریده، بعد این کار این بلا رو سر من آوردن اینقدر طبیعی که مادرشون از اینجا ترسیدن، فکر کردن ما دعوامون شده.